موضوعهای دیگر انشالله در دیگر صحبت ها ما نوارها هست برادران. در مسئله تیوی زیاده از 1000 مسئله هست، بیان تیوی هست، مسئله های زیاد. جستجو کنید و شکلی درست نوشتنی مسئله ها را تعلیم گیرید برادر عزیز. هر یکی شما که تاجیک هستید باید در تلفنتون شریفتی تاجیکی باشد. با شریفتی روسی مسئله ها را جستجو نکنید. ما مسئله ها را با زبان تاجیکی، با شریفتی تاجیکی، به معنای اینکه ج ق این حرفا دارد، با شریفتی تاجیکی یگان دشوار ندارد. اکثریت شما شریفتی روسی استفاده میبرید. شریفتی تاجیکی به تلفنتون چی کنید؟ پیوست کنید. بعد در همون جایی که بحث دارد، جستجو دارد، در اونجا نویسید که مسئله سجده تلاوت یا سجده سهو، با ه نه با خ، سهو ننویسید، سهو. بعد به زبان تاجیکی برای شما آید این مسئله نوارها میبراید گیرید، به سوالتان جوابها را گیرید برادران. یعنی شرط نگی یا مسئله عام یا مسئله عادی یا مسئله آسانه هر روز پرسید و هر روز جواب دهیم. میتونید زنگ قبول کنید، میکروفوناتون خاموش کنید برادران. وقتی که سخن میکنید، سوال که دادید، میکروفون رو خاموش کنید چون آواز آمده است. وقتی که کسی سوال میدهد در یک مکان آرام باشد. آخر مادامی که مکانتون خوب نیست سوال ندهید برادران. شما چخیل علم میگیرید، چخیل شما صحبت گوش میکنید، مسئله های شریعت گوش میکنید، حالا که جایی که مینشینید، خانه‌ای که حجره‌ای که میشینید آرام نیست. یکی از شرط های طلب علم این خانه آرام است. این در جایی که تشویشش شما نمیفهمید سخنهای الله و رسول را.